برای ناموس دیگران سگ شده، برای ناموس خودت گرگ نشو. داستانی را برایتان تعریف میکنم. پسر و دختر با هم شناس میشوند و چند مدت رابطه میکنند. یک شب پسر و دختر میگوید به نزد من به خانه ما بیا. دختر به خانواده‌اش دروغ میکند و بهانه کرده به نزد پسر میرود. وقتی که به نزد پسر میرود، پسر را به حمام راهی میکند و به رفیقانش زنگ میزند تا بیایند. همه رفیقانش جمع میشوند و یک یک به حمام میدرند. رفیقی آخرانگی دیر میکند و چند ساعت میگذرد. دوستانش خواطر میشوند، به نزد او میروند تا ببینند او در چه حال است. به نزدش میروند. وقتی که در حمام را میگشایند، دختر با پسر رگ‌هایش آزاده مردند و چشمشون به گوشه حمام میرسد که پسر نوشته بود: نامردا خواهرم بود.